در دوران ریاست جمهوری یا دو دوره‌ای که آقای ترامپ ریاست جمهوری رو بر عهده داشت، در دور اول ریاست جمهوری در آغاز کار خودش بلافاصله توافقنامه برجام رو پاره کرد و تحریم‌های گسترده‌ای رو مجدداً علیه ایران به تصویب رساند و در یک اقدام تروریستی هولناک سردار بزرگ ایران، سردار بزرگ اسلام، سردار سلیمانی رو که بزرگترین مبارز ضد تروریسم بود رو به شهادت رساند. در دوره دوم ریاست جمهوری خودش طی 9 ماه گذشته با تمام توان و امکانات خود همراه با رژیم صهیونیستی و با بهره‌گیری از برخی کشورهای غربی و استفاده از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها یه روز دنیا و تجهیزات و پایگاه‌های خود در سطح منطقه جنایات گسترده‌ای رو علیه ملت ایران مرتکب شد. در جنگ 12 روزه اونها در حالی که مذاکرات در جریان بود به مراکز نظامی و مراکز و تأسیسات غیر نظامی از جمله تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و بسیاری از مناطق مسکونی و غیر نظامی حمله ور شدند و تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان ایران و بیش از 1200 نفر از مردم عادی غیر نظامی رو به شهادت رسوندند. اما روند جنگ و واکنش مردم و نیروهای مقتدر نظام جمهوری اسلامی ایران پس از 12 روز آنها را مجبور به درخواست آتش‌بس و التماس برای توقف جنگ کرد. پس از آن در مرحله بعدی با بکارگیری مزدوران آموزش دیده و مسلح خود اعتراضات مسالمت‌آمیز اقتصادی در ایران را به خشونت کشاندند و داعشگونه به جان و مال مردم و نیروهای حافظ امنیت افتاده و بیش از 2400 نفر از انسان‌های بیگناه را به شهادت رساندند و بسیاری از اموال عمومی را تخریب و به آتش کشیدند. و اما در جنگ جاری و جنگ موسوم به جنگ رمضان، اونا در این دوره از جنایات خودشون بر اساس محاسبات غلط و اینکه فکر می‌کردن جمهوری اسلامی ایران تضعیف شده و میتونن با لشکرکشی و اعزام ناوهای بزرگ و جنگی خود به منطقه و راه اندازی جنگ روانی گسترده در رسانه‌های جهانی و فضای مجازی و تولید اخبار و شایعات جعلی و ایجاد فضای رعب و وحشت میتونن با یک حمله سریع و برق‌آسا طی 48 ساعت جمهوری اسلامی ایران رو ساقط کنند. در حالی که روند مذاکرات در جریان بود، با حمله وحشیانه و در یک اقدام بزدلانه و جنایتکارانه رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت امام خامنه‌ای رو و تعدادی از فرماندهان نظامی و مسئولان کشور و در ادامه تعداد بسیاری از مردم بیگناه رو به شهادت رساندند. خدا را شکر می‌گوییم که پس از شهادت جانگداز رهبر عظیم الشأن کشور عزیز ما بلافاصله و در کوتاه‌ترین زمان ممکن فرد جوان و واجد شرایط و صلاحیت را برای راهبری نظام جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام کرد. فردی آگاه، فقیه، حکیم، شجاع
مدیر و مدبر و تربیت شده مکتب پدر بزرگوارشان شهید امام خامنه‌ای. از زمان شروع تجاوز نظامی تا کنون و بیوقف مناطق مسکونی و غیر نظامی، بیمارستان‌ها، مدارس و تأسیسات خدمات عمومی، بناهای تاریخی و مراکز فرهنگی ما را مورد هدف قرار داده و تاکنون تعداد زیادی از مردم بیگناه از جمله 148 دانش آموز کودک را در مدرسه مینا مظلومانه به شهادت رساند. در نتیجه جنگ رمضان تاکنون آنها به هیچ کدام از اهدافشون خود که سرنگونی فوری نظام و ایجاد هرج و مرج در داخل کشور بود نرسیدند. زیرا با واکنش فوری نیروهای مسلح مقتدر و با صلابت کشور و حضور میلیونی مردم در سراسر کشور در صحنه و خیابانها و حمایت از نیروهای مسلح خود مواجه شدند. مجلس خبرگان هم در کوتاه‌ترین زمان و طبق قانون اساسی رهبر جدید واجد شرایط رو برای رهبری تعیین و اعلام کرد. چند نکته در رابطه با جنگ عرض می‌کنم. ایران شروع کننده جنگ نبود. با وجود آگاهی کامل از نیات خصمانه آمریکا و رژیم آپارتاید اسرائیل، بنابر درخواست و اصرار برخی از کشورهای منطقه با انجام مذاکره موافقت کرد. اما هیچگاه در روند مذاکرات به آمریکاییان اعتماد نکرد و فریب آنها را نخورد. همزمان با انجام مذاکرات خود را برای مقابله با هر نوع سناریوهای احتمالی از جانب دشمن از جمله تجاوز نظامی آماده کرد و نظامیان ما به اصطلاح دست بر ماشه بودند. اما آغازگر جنگ نبودیم و جنگ انتخاب ما نبود. جنگ به ما تحمیل شد، به ما تجاوز شد و ما در حال دفاع از خود هستیم. نکته بعدی، هشدار. ما قبل از جنگ هشدار داده بودیم که در صورت آغاز جنگ توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ منطقه‌ای خواهد شد. هشدار داده بودیم قبل از جنگ که تمام پایگاه‌ها و مراکز نظامی و دارایی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در سطح منطقه از اهداف مشروع خود می‌دونیم و اونا را مورد هدف قرار خواهیم داد. جمهوری اسلامی ایران هیچ دشمنی و خصومتی با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه نداره و به حاکمیت و تمامیت ارضی آنها احترام می‌ذاره و خواستار تداوم روابط دوستی و برادرانه با آنهاست. اما استفاده از قلمرو هیچ کشور در منطقه در جنگ علیه خود را تحمل نکرده و منبع و مبدأ هر فعالیت آمریکا و رژیم اسرائیل علیه خود را مورد هدف قرار می‌دهد. چند نکته کلی را عرض کنم. طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی برای ما ثابت شده که آمریکا هیچ اعتقادی به مذاکره و دیپلماسی نداره. اونا دیپلماسی رو به عنوان ابزاری برای فریب و پیشبرد اهداف خود استفاده میکنن. راهبرد آمریکا تسلط بیچون و چرای و مطلق بر ایران و سایر کشورهای منطقه و تصاحب منابع و ذخایر نفتی و گازی و دیگر منابع آنهاست. حضور آمریکا در منطقه نه تنها امنیت ساز نیست، بلکه خود منشأ بی‌ثباتی و ناامنی و ایجاد تفرقه بین کشورهای مسلمان منطقه است. لذا تأکید می‌کنم
ایران قاطعانه از حاکمیت و امنیت خود دفاع خواهد کرد و مصمم است متجاوزین را به مجازات برساند و آنها را از کنده خود پشیمان کند و تا دستیابی به این مرحله و تا هر زمان که لازم باشه از خود دفاع می‌کند. مطمئناً ایران اجازه نخواهد داد که شرایط به قبل از جنگ بازگردد و سیکل معیوب آتش بس، مذاکره و تجاوز مجدد تکرار شود.